سلام سلام به کوچولوهای نازنین گروهمون. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم داستان مورچه و ملخ رو بگم که از کتاب کلیله و دمنه بازنویسی شده و بر اساس موضوع کمک هست. روزی روزگاری در گوشه ای از باغ یک مورچه زرنگ زندگی می کرد. او از صبح زود تا غروب دونه ها رو جمع می کرد و توی لونش می برد. هوا گرم بود و خورشید می تابید، اما مورچه دست از کار نمی کشید. در همون باغ یک ملخ سبز هم بود. او روی شاخه ها می پرید، آواز می خوند و می رقصید. ملخ با خنده گفت: هی مورچه جان، چرا انقدر کار می کنی؟ بیا کمی بخند و بازی کن. مورچه گفت: الان تابستونه، غذا زیاد هست، ولی زمستون که بیاد پیدا کردن دونه سخت میشه. من باید برای اون روزها آماده باشم. ملخ شونه بالا انداخت و باز هم بازی کرد و آواز خوند. چند ماه گذشت، زمستون اومد، زمین سرد شد، درختها لخت شدن و برف بارید. ملخ لرزون و گرسنه به لونه مورچه رسید و آهی کشید: مورچه جان، من سردم و گرسنم، چیزی برای خوردن داری؟ مورچه کمی فکر کرد و در رو باز کرد، دونه‌ای به ملخ داد و گفت: بیا، ولی یادت باشه که از سال دیگه تو هم باید کار کنی. کمک خوبه، اما همه باید برای خودشون هم تلاش کنن. ملخ لبخند زد و گفت: قول میدم از بهار منم مثل تو کار میکنم. ممنونم که کمکم کردی. و اینطور شد که ملخ یاد گرفت همیشه باید به آینده فکر کرد و کمک گرفتن خوبه، ولی کمک کردن هم بهتره. بچه های نازنین، داستان ما به سر رسید. خب، مرسی که گوش کردید. حالا شما بگید احساستون چی بود؟ آیا شما هم مثل ملخ براتون مورد این چنینی پیش اومده تا به حال؟ خوشحال میشیم برامون ایمیل بزنید. شما هم نظراتتون رو بگید، احساساتتون رو بگید، از خودتون بگید. خیلی خوشحال میشیم اگه به خاله ستاره ایمیل بزنید و بگید. مرسی کوچولای نازنین، خوب بخوابین.